سلام شدیم بر بچه، من رضا هستم از کانال رضا پیس. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه داریم بریم با هم دیگه بریم مستر لیگ پارت سوم و خوشحال میشم که این ویدیو لایک کنین، دنبال کنین، نظر خودتون بنویسین. بریم سراغ این ویدیو جذاب و خفن. لیتس گو بچه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. تو رو خدا به من حمایتم کنید و لایک و با بالای حالا 20 برسونید که بر انرژی بیشتری داشته باشم و ویدیو خفن تری براتون بذارم. بچه راستی همین این مستر لیگو شاید ادامه ندیم و تو این قسمت آخرش باشه. شاید بریم نجات یوونتوسی که داریم میریم، ببخشید نجات رئال مادرید نه وای چی بود، منچستر یونایتد. داره منچستر یونایتد رو بریم و رونالدو هم بردم اونجا که بازی کنه اونجا و خوشحال میشم که ویدیو لایک کنید، دنبال کنید، از خودم بنویسین. بریم سراغ ویدیو. یه با سانت روی دروازه، موقعیت برای رونالدو، فرصت، یه ضربه از همونجا و گل اول. پاس گلی داد رونالدو. نگاه کنی اینجا، دستم خورده ببخشید بچه. حالا میره سری کریس رونالدو سمت توپ، یه توپ ربایی زیبا رونالدو، یه پاس دیگه خود رونالدو پشت پا به توپ، ولی توپشو زدن. حالا مدافع میاد توپشو بگیره، میگیرن توپ. چیه اسم این تیم نمیدونم چیه. حالا فرصت، یه سانتر روی دروازه اما سانترش به جایی نمیرسه. موقعیت از همونجا یه ضربه کورنر رو گرفتن. بچه فیلم کوتاه رو دیدین؟ خیلی گل خوشگلی زده بود رونالدو، چی برگردون بود. حالا فرصت، یه پاس به توی عرض، موقعیت سانتر هست، یه توپ گیری، میره سریع به رونالدو توپشو زدم. حالا میره تو پاش رونالدو، شماره 44 میره تو پای که فکرم مارسلوه، به خدا. خب یه پاس، فرصت یه توپ گیری نمی کنن. بچه ها یه سردرد گرفته بودم، ویدیو نذاشتم و امتحانام دارن کم کم شروع میشن و دیگه شاید موقع یکم فعالیتم کم بشه داخل یوتیوب. فعلا که پشت سر هم یه ویدیو میذاریم هر روز. البته روز نداشتم چون نتونستم، ولی فعالیت حتما ادامه میدیم. خب فرصت، یه ضربه، موقعیت، اشتباه، توپ گیری میکنن ازش. حالا یه پاس خوشگل و میندازش اوت. شماره 4 دفاع یوونتوس. حالا یه پرتاب اوت نه چندان جالب. کریس رونالدو شماره 44. بچه من شماره ها رو میگم چون بلد نیستم اسمش. شماره چنده معلوم نیست شمارش. حالا ببینیم مینداز بر شماره 44. شماره 44 ضربه رو زد. خود اولا شماره 44 زده بود. دو شوت در چارچوب، دو شوت ببخشید، یه دونه تو چارچوب، یه شوت از اون تیم، یه دونه تو چارچوب. آمار اونا به نظر من بهتره چون یه شوت رو علکی ما زدیم، 1-1 شوت زدیم ما. حالا میره جلو، میده شماره 44. توپ گیره نمیتونه بکنه. ببینیم مالا رونالدو کریستیانو رونالدو. شما چنده؟ شماره 22. این توپا میگیره ولی آت میرود. حالا میتونه پاس در از ولی سانتریو بده. یه توپ گیری، میره میندازه، میره فرصت، میره بها میده ها به کریستیانو رونالدو. ها چی گفتم خودم نفهمیدم جدی.
یوونتوس یکی جلوه ها، موقعیت ها، میندازه ها، میره ها، یه پاسه ها، نمیذاره بره ها، الان میره فرصت ضربرم میزنه ها، ولی با چی بود؟ وای یادم رفت، ولش کن. دقیقه 64 این بازی و 1-0 آمار یوونتوس بهتر از چی بود این اسم این، بلش کن بچه ها، خیلی اسکل دارم بازی در میاد، حتی حرفا من نمیتونم درست بزنم، پشمام. یه پاس ها میره ها، میگیره ها، موقعیت داره ها، ببینیم پاس میده ها، رونالدو ها حرکت کرده ها، موقعیت برای سانتر ها، یه سانترش، یه چجوری گرفت حاجی، اصلا منطقی فرصت گریس رونالدو ها، این دوتا رو سیواش خیلی قشنگ، خدای چجوری گرفت این موقعیت رو. از اون گلا میخوام تا رونالدو یه سانت کردم قیچی میزنی، رونالدو اصلا نرس پشون. حالا میره ها، سانت میکنه ها و اینجا زبره میزنه ها، حالا میره فرصت داره ها، یه پاس میده ها، میره ها، میره ها، پاس میده ها، یه فرصت داره ها، نداره ببخش شماره 2 تیم نمیدونم چی یه اشتباه میکنه، رونالدو حرکت کرده، ببینیم پاس در عرض میده درستم دوند، ضربه ای که زد دو چارچوب نیست. حالا ببینیم پاسای دیگه هم میدن همین شکلی خراب کنن و قدر ندونن. پاسای رونالدو جزی از بهترین پاسای جهانه، مخصوصا اون قیچی که زد، البته ربطی به پاس نداشت این حرفی که زد اون قیچیو. حالا میگیره ها، پاس میده ها، نمیده ها، فرصت داره ها، یه پاس میره، یه پاس هم نمیتونه بده، یه تو گیری. اینم از سوت پایان بازی. به صدا در نمیاد بچه، به صدا در نمیاد این سوت. یه توپ گیری بکنه تمامه. سان میکنه، اشتباه هم میکنه، یه پاس، یه اشتباه. بچه ها اینم از این ویدیو، خوشحال میشم که این ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید، نظرتون بنویسید. بچه ها امیدوارم همیشه در زندگی موفق و تندرست باشین. تا ویدیو بعدی، بای بای.